تا حالا فکر کردید آهنی که توی طبیعت و توی بدن ماست از کجا اومده؟ شگفت زده میشید اگه بدونید آهنی که توی بدن ماست از دل ستاره‌های مرده اومده و قرآن 1400 سال پیش اینو گفته. در ادامه ویدیو با ما همراه باشید تا داستان شگفت انگیز این عنصر بیگانه رو با هم بشنویم. داستان با نزول یک آیه شروع شد. آیه 25 سوره حدید به معنای آهن که در بخشی از این آیه خداوند میگه و آهن رو که در اون برای مردم نیرو و قدرتی شدید و سودهایی هست نازل کردیم. درسته، خداوند صراحتاً از کلمه انزلنا یعنی نازل کردیم استفاده کرده، نه کلمه خلق کردیم. اما سوال اینجاست، چرا استفاده از واژه انزلنا؟ این کلمه بیانگر اینه که آهن در جای دیگه بوده و ساخته شده و بعد خداوند اون رو به زمین فرستاده. یعنی مثل باران، نور خورشید که به صورت فیزیکی از آسمان به زمین فرستاده میشن، در صورتی که ما آهن رو از زمین استخراج میکنیم. پس چطور ممکنه همچین اتفاقی بیفته؟ 1400 سال این کلمه در حاله رازآلود بود، مخصوصا برای مخالفان این کتاب. اما بعد از 1400 سال پرده از این راز برداشته شد و دانشمندان متوجه شدند آهنی که ما از زمین استخراج میکنیم در زمین ساخته نشده، بلکه از فضا به زمین اومده. و قضیه جالبتر میشه اگه بدونید آهن حتی در منظومه شمسی هم تشکیل نشده، بلکه آهن در دمای چند صد میلیون درجه سانتیگراد تولید میشه و حتی دمای هسته خورشید با 15 میلیون درجه سانتیگراد خیلی کمتر از درجه حرارت مورد نیاز برای ساخت آهنه. پس باید به بیرون از منظومه شمسی بریم، به جایی که ستاره‌های خیلی بزرگتر از خورشید با دمای چند صد میلیون درجه سانتیگراد هستند. درست مثل این ستاره، آهن در درون این ستاره ها تولید میشه و وقتی از حد مشخصی عبور میکنه ستاره دیگه تحمل این حجم از آهن را نداره و منفجر میشه و این آهن به شکل شهاب سنگ به فضا پرتاب شده و بخشی از این شهاب سنگ ها به زمین اومدن و این آهن همون آهنیه که ما از زمین استخراج میکنیم. این واقعاً معجزه است که در 1400 سال پیش در کتابی به اسم قرآن با این دقت و با استفاده از یک کلمه این حقیقت بزرگ علمی رو بیان میکنه. اما اعجاز این آیه به همینجا تموم نمیشه. بیایید از منظر ریاضی به این آیه و سوره نگاه کنیم و ابعاد دیگه از اعجاز این سوره رو ببینیم. قرآن 114 سوره داره و سوره حدید 57مین سوره است، یعنی وسط قرآن. جالب نیست که اون سوره اصلی هسته زمین یعنی مرکز زمین هم از آهنه؟ حروف ابجد کلمه حدید میشه 26 که این عدد میشه عدد اتمی آهن. آهن 4 ایزوتوپ پایدار طبیعی داره که در طبیعت یافت میشه که فراوان‌ترینش ایزوتوپ 57 یعنی آهن با عدد جرمی 57. به نظرتون اتفاقیه که شامل سوره 57 و یا اینکه عدد ابجد کلمه الحدید یعنی همون کلمه حدید با الف و لام هم میشه 57؟ خب حالا اگه 57 را منهای 26 کنیم میشه 31. 31 میشه تعداد نوترون های همون ایزوتوپ 57. حالا اگر عدد 29 یعنی تعداد آیه ها را منهای آیه 25 بکنیم به عدد 4 میرسیم. تعداد ایزوتوپ های پایدار آهن در طبیعت 4 تاست. البته تعداد لایه های الکترونی آهن هم 4 لایه است. حالا میبینیم نه تنها استفاده از کلمه انزلنا کاملا درست و نشان از یک حقیقت علمی داره، بلکه از هر جای این سوره اعجازی دیده میشه که با تمام وجود این عنصر طبیعت رو توصیف میکنه. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردین. اگر از این سبک ویدیو خوشتون میاد میتونید چنل ما رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو بزنید. با تشکر.